آیا مدام حس می‌کنید هر چی میگید به گوش ناشنوا میخوره؟ آیا از اینکه چرا مردم همیشه شما رو نادیده میگیرن گیج شدید؟ اما اگه دلیلش چیزی باشه که شما دارید انجام میدید چی؟ یه حقیقت جهانی وجود داره که میگه داشتن روابط خوب و سالم میتونه شما رو در مقایسه با بقیه آدم شادتری کنه. محیطی که توش مدام نادیده گرفته میشید میتونه تأثیر منفی روی طرز فکرتون نسبت به خودتون و دیگران بذاره. این موضوع به ویژه وقتی حقیقت داره که شما نمیدونید چرا بقیه این کارو میکنن. فکر میکنید ممکنه عادتهایی داشته باشید که باعث میشن مردم حرفهای شما رو نادیده بگیرن؟ قبل از شروع لطفاً این نکته ها رو در نظر بگیرید که هدف این ویدیو اینه که به شما آگاهی بده و دلایل احتمالی نادیده گرفتن شما رو بررسی کنه. مهمه که یادتون باشه هدف این نیست که کسی رو بد جلوه بده. با این اوصاف اینجا 5 عادتی رو میگیم که ممکنه باعث شده باشه مردم شما رو نادیده بگیرن. عادت اول، شما به حرف بقیه گوش نمیدید. حس میکنی نسبت به بقیه خیلی بیشتر صحبت میکنی یا اینکه فقط در مورد خودتون حرف میزنید؟ اگه جواب مثبته، این میتونه یکی از دلایلی باشه که مردم شما رو نادیده میگیرن. مدام در مورد خودتون صحبت کردن بدون اینکه به بقیه اجازه بدید حرفی بزنن میتونه خیلی ها رو آزار بده. این کار نشون میده که شما نگران دیدگاه شخص مقابل نیستید. روابط بر اساس اصل بدبستان رشد میکنن. اگه میخواید وقتی حرف میزنید بهتون گوش بدن، شما هم باید به حرف بقیه گوش کنید. البته اینکه شما زیاد صحبت میکنید لزوما دلیل به این نمیشه که شما نسبت به دیگران بی‌علاقه هستید. شاید حرفای زیادی برای به اشتراک گذاشتن دارید یا فکر میکنید اینکه بقیه مکالمه رو رهبری کنن براشون زحمت داره، اما متاسفانه این کار تصور غلطی ایجاد میکنه. عادت دوم، شما زیادی انتقاد میکنید. آیا شما از اون دسته آدم‌هایی هستید که بهترین ها رو برای نزدیکانشون میخوان و همیشه بهشون میگید که چه اشتباهاتی میکنن؟ اگه این شما هستید، روحیه قابل ستایش و دلسوزی دارید. با این حال، خیلی وقتا داشتن این روحیه میتونه باعث بشه که بیش از حد از مردم انتقاد کنید. مخصوصاً اگه فقط روی اشتباهاتشون تمرکز کنید. اینکه تصویر کسی رو بسازید که فقط بلد انتقاد کنه، در نهایت باعث میشه که همه شما رو نادیده بگیرن، حتی اگه بهترین نیت‌ها رو داشته باشید. این به این معنی نیست که باید بذارید عزیزانتون اشتباه کنن و هیچی نگید. انتقاد سنجیده برای رشد شخصی مهمه. با این حال، اگه تشویق و تعریف و تمجید رو هم قاطی کار کنید، میتونه از شدت تندی انتقادتون کم کنه. عادت سوم، شما پر از منفی بافی هستید. آیا همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینید؟ تا حالا شده است کسی که معمولاً فقط حرفای منفی میزنه دوری کنید؟ اگه جواب مثبته، پس میدونید مردم در مقابل انرژی منفی چطور واکنش نشون میدن. وقتی مدام دارید شکایت میکنید یا حرفای منفی میزنید، این میتونه یکی از دلایلی باشه که مردم شما رو نادیده میگیرن. طبق یه مطالعه، مردم با هر قیمتی از منفی بافی دوری میکنن، چون میتونه واقعا روی حال و احوال کلی بقیه تأثیر بذاره. پس شاید بهتر باشه یه لحظه با خودتون رو راست باشید و مطمئن بشید که شما منبع انرژی منفی برای گروه اجتماعی یا دوستانتون نیستید. عادت چهارم،
حضورتون جلب توجه نمیکنه. حس میکنید مردم به حرفهای شما زیاد توجه نمیکنن، حتی وقتی تازه باهاتون آشنا شدن. دلیلی که مردم شما رو نادیده میگیرن، حتی توی برخورد اول، ممکنه به حضور عمومی و سطح اعتماد به نفستون ربط داشته باشه. مطالعات نشون میده که مردم تمایل دارن جذب کسانی بشن و بیشتر بهشون توجه کنن که اعتماد به نفس بالایی دارن و یه تصویر اولیه مثبت از خودشون به جا میذارن. بنابراین اگه حس میکنید حضورتون به اندازه کافی جلب توجه نمیکنه، شروع به کار کردن روی افزایش سطح اعتماد به نفستون میتونه جای خوبی برای شروع باشه. مهمه که روی زبان بدن و نحوه نزدیک شدن به افراد موقع صحبت کردن کار کنید. اینها عوامل مهمی هستن تا مطمئن بشید حضور شما احساس میشه و مردم بیشتر بهتون توجه میکنن. عادت پنجم، در مورد چیزی که میخواید بگید زیادی فکر میکنید. آیا تو مکالمات گروهی خودتون رو ساکت میدونید؟ حس میکنید مکالمه خیلی سریع پیش میره و نمیتونید یه فرصت برای ورود بهش پیدا کنید؟ اگه اینطوره، محتمل ترین دلیل اینه که زیادی در مورد چیزی که میخواید بگید فکر میکنید. این کاملا طبیعی و تقریبا همه این کارو میکنن. وقتی توی مکالمه زیادی فکر میکنید، ممکنه به خاطر همه چیزایی که تو ذهن دارید حس کنید خیلی تو بحث مشارکت میکنید، اما در واقعیت شما خیلی کمتر از اون چیزایی که فکر میکنید حرف میزنید و مردم میتونن این تصور رو داشته باشن که شما علاقه ای ندارید. بنابراین دیگران شما رو نادیده میگیرن و فکر میکنن شما نمیخواید اجتماعی باشید. در پایان، یادتون باشه نادیده گرفته شدن همیشه تقصیر شما نیست. شما فقط میتونید که رفتار خودتون رو کنترل کنید، نه رفتار دیگران رو. مهمه که یادتون باشه انجام کارهایی که در بالا بهشون اشاره شد شما رو تبدیل به یه آدم بد نمیکنه. همیشه این شانس وجود داره که کسانی که شما رو نادیده میگیرن صرفاً علاقه‌ای ندارن. نیازی نیست که خودتون رو برای آدم‌هایی که علاقه‌ای به برقراری ارتباط با شما رو ندارن عوض کنید. در عوض بهتره انرژیتون رو به سمت کسانی هدایت کنید که واقعاً علاقه‌مند هستن و به شما اهمیت میدن. امیدواریم تونسته باشیم به شما دیدی نسبت به عادتهایی بدیم که ممکنه باعث بشن مردم به حرفای شما گوش نکنن. اگه دوست داشتید نظراتتون رو برامون کامنت کنید. همچنین اگه دوست دارید یه دنباله‌ای برای این ویدیو داشته باشیم که نشون بده چطور میشه این عادت‌ها رو اصلاح کرد، حتما نظرتون رو بهمون بگید. اگه این ویدیو براتون مفید بود، حتما دکمه لایک رو بزنید و اون رو با کسانی که مدام براشون سوال پیش میاد که چرا بقیه همیشه ازشون فاصله میگیرن به اشتراک بذارید. یادتون نره سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدیدمون رو ببینید. یادتون نره سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر بشید. ممنون از وقتی که گذاشتی.